کانال سوئز در مصر است. آبراهی که اولین بار داریوش بزرگ 2500 سال قبل دستور ساخت آن را داد. داریوش بزرگ به دلیل اهمیت راه دریایی میان مصر و ایران دستور ساخت آبراهی میان دریای سرخ و دریای مدیترانه را از راه نیل داد تا کشتی‌های ایرانی بتوانند به راحتی از آن عبور کنند. سرپرستی ساخت این آبراه را مهندس آرتاخه از مهندسان ایرانی عصر هخامنشی به عهده داشت و ساخت آن 10 سال طول کشید. این متن ترجمه کتیبه داریوش در کانال سوئز است. منم داریوش، شاه شاهان، شاه کشورهایی که تمام نژادها در آن مسکون است. من پارسی هستم و به همراهی پارسیان مصر را گرفتم. امر کردم این کانال را بکنند از رود نیل که از مصر جاری است تا دریایی که از پارس بدان روند. این آبراه کنده شد چنان که فرمان دادم و کشتی‌ها از مصر به وسیله این کانال به سوی پارس روانه شدند چنان که اراده من بود. البته آبراهی که داریوش در آن زمان حفر کرد با آبراه کنونی اختلاف‌هایی دارد، چرا که آبراه داریوش به نیل و در نهایت به دریای سرخ می‌پیوست، در حالی که آبراه کنونی به خلیج سوئز ختم می‌شود. درود بر تاریخ و تمدن 1000 ساله ایران.